اما بریم سراغ بخش بعدی کارمون، آشنایی با سبک خراسانی. خب سبک خراسانی که میگیم بچه‌ها، منظورمون هم دوره خراسانی، هم شعر خراسانی، هم نثر خراسانی. منتها اول میریم ویژگی‌های شعر این دوره رو بررسی میکنیم، بعد از اون میریم ویژگی نثرش هم بررسی میکنیم. فقط حواست باشه کلاس فردات به شدت مهمه، به شدت مهمه، به خاطر اینکه زمانی که تو این ویدیو رو میبینی فقط من ویژگی‌ها رو میخوام در موردشون حرف بزنم، اما فردا در مورد نمونه‌های کاربردی که چجوری توی متن‌ها من میتونم ویژگی‌های مختلف ادبیشون رو در بیارم، ویژگی زبانیشون رو در بیارم و اصلا منظور اینها به صورت عملی چیا هست، اونجا در موردش صحبت میکنم. پس این دوتا مکمل همن. اینجا خوب گوش بکن، اون طرف هم دقتت رو بالا ببر. اول بیایم توی دوره خراسانی سراغ سبک شعر خراسانی. خب علمای بزرگوار اول یه توضیح بدم ببینی اصلا چه اتفاقی افتاده، خیلی هم مشکلای ما رفع میشه. خب ببین، سبک خراسانی محل تولدش در از کجاست؟ شاعرایی که توی حوزه به اصطلاح سیستان و اطرافمون زندگی میکردن. اول اینجا کجا بود؟ سیستان. این نقشه ایران قدیمه دیگه. خب بعد از سیستان، زمانی که سامانیان سر کار اومدن، کم کم حوزه هایی مثل حوزه بخارا، سمرقند، بلخ، نمیدونم خوارزم، اینا همشون به حوزه های شعری همینطور نیشابور و مرو اضافه شد. یعنی ببین تأثیراتی که اتفاقات حکومتی میذاره، ناحیه به اصطلاح اتفاق افتادن زبان فارسی دری تو اینجاست، به خاطر اینکه حکومت‌های فارسی زبان اینجا هستن. تا اینکه آقا محمود خان غزنوی باباشینا میان میزنن همه رو میترکونن. آقا غزنویان حاکم میشن، اینجاها رو دارن، منتها غزنین هم به این قضیه یه زبان فارسی رو گسترش دادن اضافه میشه. غزنوی ها بعضی مدتی به این فکر میافتن که آقا چطور حمله کنیم به اطراف و اینا، اصلا کلا به نظر من واجب حج بریم و بعد از اونم بیان جهاد بکنیم. میرن سراغ جهاد اسلامی، اینا آقا حمله میکنن سراغ هندوستان و اینجور داستان. این باعث میشه به مرور زبان فارسی در هندوستان و اینجور جاهام گسترش پیدا بکنه. بعدن که اینجا که خراسانیه، زبان فارسی قدیم حرف میزنن. خب شعراشون هم اینا دارن، 2 تا حرف اضافه واسه متمم دارن، تلفظهای قدیمی دارن فلان. اما زمانی که مثلا سلجوقیان میان، سلجوقیان حمله میکنن به نواحی غربی و میرن سراغ آناتولی و نمیدونم آسیای صغیر و اینجور داستان. آسیای صغیر که میگن اینجا رو میگن، گرجستان و سوریه و تا مدیترانه رو بهش میگفتن آسیای صغیر قبلا. زمانی که حمله میکنن، خب ناخودآگاه بچه‌ها تو این اتفاقی که میفته از زبان خراسانی دور میشن، کم کم زبانشون به نواحی مرکزی نزدیکتر میشه. تو سبکای بعدی این اتفاق میفته، زمانی که شاعرها مهاجرت میکنن اتفاق میفته. نکن تا اینجا زبان خراسانی، تفکر خراسانی، شاعرها میان اینجا میشه عراق قدیم، خب عراق عجم سبک عراقی میشه، بعد میرن کلا هندوستان، سبک هندی به وجود میاد. خب اما بریم سراغ شناسنامه سبک خراسانی، ببینیم باباش کیه، مامانش کیه، بچه‌هاش کیه، خانومش کیه، اصلا ازدواج کرده نکرده. آقا نام خانوادگی، لقبت چیه، تاریخ تولد، تاریخ وفات، محل تولد، محل دوم سکونت، هر کدوم است. آقا نام خانوادگی خراسانی، لقب، اسم مستعاری چیزی داری؟ بله. بعضیا بهم میگن ترکستانی، بعضیا بهم میگن سامانی، ولی همون شما خراسانی صدا کن، اصلا هر کدوم که شما راحتی. تاریخ تولدت کیه؟ تاریخ تولد آغاز شکلی ادب فارسی. چرا نمیگم قرن یک که هنوز زبان دری گسترش پیدا نکرده بود که. میتونه بگی یه چیزی بین صفاریان و طاهریان و اون دوران. تاریخ وفاتت که ایشالله قرن ششم دیگه کلا همه ما رو ول کردن، پیر شدیم، 600 سالمون نه 300 سالمون بود دیگه، کسی ما رو دوست نداشت، ولمون کردن. کجا به دنیا اومدی؟ سیستان محل اولشه. محل دوم سکونتت کجاست؟ خراسان بزرگ. خراسان بزرگ هم گفتم از تاجیکستان و قسمتی از افغانستان، همه اینها رو در بر میگیره. تا اینجا قبول. اما علمای بزرگوار، بریم قسمت ازدواج طلاقش هم بررسی بکنیم. آقا ازدواج کردی؟ طلاق گرفتی؟ بله خیلی بله. والا اول سامانی بود، بعد سامانی ول کردیم رفتیم سراغ غزنوی.
غزنوی هم ول کردیم رفتیم سراغ سلجوقی. سلجوقی به بعد همه ما رو ول کردن. خب بچه ای چیزی هم مثلا داری؟ بله، فرزندام دوره سامانی چند تا بچه خوب داشتم، رودکی، کسایی، دقیقی، شهید بلخی، فردوسی. اینا انقدر خوب بودن بعدن هم شاعر شدن بعد از اینکه رفتن دوره غزنوی. بعد که با غزنوی آشنا شدم اینا بودن ولی چند تا جدید اومدن، فرخی، عنصری، منوچهری، ناصر خسرو. این فرخی، عنصری، منوچهری، این سه تا خیلی بچهای خوب بودن، همش میرفتن پیش مامان غزنوی. بعد مامان غزنوی همش چیکار میکرد؟ به اینا پول میداد، اینا برای شعر میخوندن. اما این ناصر خسرو از همون بچگیاش هم گفت آقا من نمیخوام پادشاه، نمیخوام غزنوی، نمیخوام. کلا ول کرد و رفت دنبال مسائل مذهبی و از این جور داستانا. اما دوره بعدیمون زمانی که غزنوی رو ول کردم رفتم سراغ سلجوقی. از دوره سلجوقی هم عطار و خیام و سنایی و انوری شدن بچه های من. ازدواج طلاق نبود بزرگوار، مراحل سیر سبک خراسانی در حکومت‌های مختلف بود. اونا هم که داشتی اونجا شاعرای اون دوره بودن بزرگوار. بله، در دوره سامانی سبک خراسانی یه سری ویژگی‌های خاصی داره، تو غزنوی یه ذره تغییر میکنه، تو سلجوقی بازم تغییر میکنه. اینی که اینجا برات نوشتم بینابین، یعنی این که اواخر سلجوقی دیگه داشت کلن عوض میشد داستان، هی کم کم داشت زبان و نوع شعر گفتن عوض میشد که از قرن هفتم دیگه بره سراغ سبک عراقی که در موردش صحبت میکنیم. خب آقا اینم شناسنامه سبک خراسانی که باید تو یادمون باشه علمای بزرگ. اما اول از همه ویژگی های سبکی شعر خراسانی چیا هست؟ ویژگی زبانی ها. از نظر زبانی زبان شعر ساده است، چون میخواد مثل آدم صحبت بکنه، میخواد حرفش رو تو مخاطب بفهمی، دنبال این نیستش حرفای پیچیده و خاص و ویژه و نمیدونم اینجور داستانا بزنه. از اون طرف لغت عربی ها هنوز تو زبان فارسی زیاد نشده که درسته اعراب حمله کردن، اما تا یکی حمله کنه که هر روز ما کلماتشو استفاده نمی‌کنیم که. 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال باید طول بکشه تا کلماتش تو زبان فارسی رایج بشن. این دوره کلمات عربی زیاد نداره، نه اینکه اصلا نداره. تلفظ بعضی از کلمات هنوز فرق میکنه. آقا همین الان اگر بریم بچه‌ها شروع کنیم با کسانی که اهل سیستان و اطراف اونجا هستن، همینطور کسانی که اهل افغانستان هستن، اونا هنوز به فارسی دری قدیمیمون حرف میزنن. همه یه های غیر ملفوظ رو میخونن یعنی میگه شنبه، یک شنبه، دوشنبه الی آخر. هنوز که هنوزه در زبان اونا خیلی تلفظهای قدیمی ماست. مثلا الان میگه یه کسی باشه اهل اونجا میگه 1000 تومن، 1000 تلفظش نمیکنه. توی شعرهای خراسانی هنوز این ویژگی هست. ما میبینیم تو خیلی از شاعرها همچنان تلفظهای قدیمیه. مثلا 1 رو میگفتن 1 یا 1000 رو میگفتن 1000. بعضی موقع در زبان واژه‌های کهنه و مهجور میبینیم. خب این عادیه، هنوز زبان دوره‌های اولیه‌اش رو داره طی میکنه، هنوز خیلی از کلمات زبان پهلوی همراه خودش داره. معلوم که توی این دوره ما واژه‌های کهنه و مهجور زیاد و هنوز از ویژگی‌های دستور تاریخی بشه استفاده میشه. 2 تا نشانه برای متمم، 2 تا حرف اضافه برای متمم به کار میبرن. تو این دوره خیلی پرکاربرد بود. از نظر ویژگی‌های ادبی، خب از لحاظ ادبی چجوریه؟ زبانی که اونجوری قدیمی، تیری، تاریخی، باستانی. از نظر ادبی ویژگی ادبی که داره، اول از همه آرایه ها رو خیلی معتدل و معمولی استفاده میکنن. مثل این شاعران نیست هی ثانیه به ثانیه پر آرایه بکنه، پر به اصطلاح کلی استعاره، مجاز، کنایه فلان. خیلی متعادل مثل آدم استفاده میکنه ازشون. علاوه بر این تو این دوره به توصیف شاعرها خیلی میپردازن و مهمتر از همه اینه که در توصیفات از تشبیه حسی استفاده میکنن. تشبیه حسی یعنی مشبهشون و مشبهان بهشون هر دوتاشون قابل لمس و قابل دیدنن. مثلا میگفته چهره معشوق مانند گله، خب بر نمیگشته بگه راه رفتن معشوق مثل عمر من میمونه. وقتی میگه راه رفتن معشوق مثل عمر من در حال گذشتنه، عمر یه چیز ذهنیه. در تشبیه این دوره و توصیفات این دوره تشبیه حسی به کار میرفتن. قافیه و ردیف ساده است،
یعنی از افعال ساده استفاده میکنه، استی، بودی، باشدی. نمیاد ردیف اسمی و ردیف نمیدونم جمله‌ای خاص و اینجور چیزا به کار بگیره. بعد از اون قالب اصلی این دوره هم از نظر ادبی قصیده است. مصمت و ترجیبند و مثنوی تو این دوره شکل میگیرن تازه، و غزل هم اواخر این دوره رشد میکنه. دوست من اینا رو باید یادت باشه. حالا فردا در مورد انواع قالب ها هم توضیح بهت میدم. و ویژگی‌های فکری که تو این دوره داشتیم. آقا شعر واقع گراه، کلا سعی میکنه در مورد دنیای بیرون صحبت بکنه، خیلی طبیعیه، خیلی محسوسه، خیلی قابل لمسه برای مخاطب. بعد مردم غمی ندارن که اوضاعشون اوکی شده، همه دنبال خوشباشی، نشاط، شادی، شراب بخوریم، بریم بیایم، نمیدونم از اون حرفا که اون موقع میزدن ها، استغفرالله ربی و اتوب الیه. امروز اون موقع مثلا می‌خواستن شادی کنن، چون بلد نبودن چجوری شادی کنن، از این ام الخبائث و اینجور چیزا استفاده توی شعرامون فقط می‌کردن و روحیه نشاط و خوشباشی خیلی رواج داره بینشون. علاوه بر این قضیه خب طرف اهل اینجور مسائل هستش، فسق و فجورهای دیگه هم مرتکب میشه. معشوق تو شعر معشوق زمینیه، یعنی کاملا لب و چشم و رخ و زلف و اینا داره، یه جوری هم توصیف میکنه تو مخاطب میفهمی این آدم واقعیه، در مورد معشوق عرفانی و اینا نیست. بعد از اون از نظر فکری آدمای بسیار ساده ای هستن، اصلا پیچیدگی عرفانی و فلسفی و چیز خاصی ندارن. میگه آقا زندگی میکنیم، لذت میبریم، بعد دیگه میمیریم، تمام میشه، داستانش میره. از اون طرف مضمونهایی مثل حماسه، مدح و اندرز، یعنی از شعر تعلیمی، شعر حماسی و شعر مداحانه و ستایشگرانه تو این دوره خیلی زیاده از لحاظ مضمونی. و از اون طرف حتی اگر شعرهای تعلیمی وجود داشته باشه، این شعرهای تعلیمی اخلاقی بچه‌ها خیلی آمیخته با مسائل معنوی و اخلاقی خاص نیستن، خیلی عملی هن. مثلا میگه کسی اذیتت کرد تو سعی کن بهش کمک بکنی، اون کم کم رفتارش رو تغییر بده. خب خیلی سعی میکنه عادی. اینجا که برمیگرده میگه آقا اشعار پندآموز و اندرزگونه این دوره عملی و دستوری هن، یعنی این چی؟ یعنی این که میتونی کاملا اجرا بکنی اون حرفی که بهت میزنه رو. و بعد از اون باید در نظر داشته باشی تو این دوره روحیه حماسی تو ادبیات خیلی مسلطه، به خاطر اینکه بعد از دوره حمله اعراب یه دوره تحقیر تاریخی ما داریم. خب این باعث شده کم کم مردم رو بیارن به ادبیات حماسی، به قولی جامعه میطلبه، فردوسی اینام تولید میکنن براش. اینا ویژگی هاییه که توی شعر سبک خراسانی برای ما وجود داره، اما میخوایم ادامهش بریم سراغ یه منظومه سبک خراسانی رو با هم دیگه ببینیم، بعد بریم سراغ نثر خراسانی.